آتیش چه صدایی حاجی، چه صدایی. آقا سلام علیکم دوستان گل گلاب، خوش اومدید به چنل من امین کریزی. امروز بازم یه ویدیو داریم در مورد اینکه یه دونه سیگار TNT رو تبدیل بکنیم به یک صداش باید تبدیل بکنیم 2-3 برابر که اصلا هزینه ای نداره، یعنی با وسیله دور ریختنی میتونید درست کنید. فقط همون سیگار TNT خودمون رو نیاز داریم، همین، با یه مقدار دیگه زحمت شما. آقا ما بازم میگم تو این چنل فقط قرار نیست موضوع ترقه و نمیدونم آتیش و کلا اینجور داستانا باشه، همه موضوعی قرار ما بذاریم، الکترونیک، نمیدونم کار دستی مختلف، نمیدونم اوریگامی، معرق، حالا هرچی که بریم جلو تا چیز بهترم سعی میکنم بذارم دیگه. حالا بریم سراغ آموزش دیگه، وقتتونم نگیرم. لایک رو بکوبید، بی زحمت این دکمه سابم بزنید و زنگوله هم دیگه بزنید دیگه که از بهتر اون ویدیوهایی که من میذارم با خبر بشید. و دیگه چیزی نمونه، توی کامنت ها میتونید بگید که چی بسازم، موضوع مثلا یا حالا هر چی. سعی میکنم، تمام سعیم میکنم بسازم. در مورد ویدیوهای منم نظر بدید، حالا چه خوب چه بد، من ناراحت نمیشم. سعی میکنم که اگه مشکلی دارم برطرف بکنم، بعد همجوری بهتر بشیم دیگه. آقا بریم سراغ آموزش. شما به یه باتری نیاز دارید. باتری هست قلمی باشه. باتری، حالا من در آوردم این زغال وسطشو. چجوری باید این زغال رو در بیارید؟ خیلی ساده. حالا من که در آوردم، اگه دورش رو دقت کنید میبینید پاره مانند شده این آهنش. چجوری؟ این وقتی هست این آهنه میاد، حالا من فشار نمیدونم که تا ته بره، این آهنه میاد روی اینا، روی پلاستیک دور این پلاستیک صورت ای معلوم باشه، میاد دور این. بعد در اینکه شما باز کنید هیچ کار خاصی نداره، یه انبرده است که تو خونه همه هست. برمیدارید اینجوری دورش رو اینجا میذارید، این میانه اینجا، یعنی من که اینو در آوردم ولی حالا بهتون نشون بدم، میذارید اینجا و اینجوری میکشید. این باز که شد، بعضی از همین باتری ها خطری هم نداره، یعنی من دست کنم مثلا خطری نداره، زغاله، کربن نیست، خاصی اینو که میذارید مثلا میخواید دیگه در بیارید، بعضیش سفت الان بعد با انبرده است دورش اینجوری نه فشار بدید که این چی اسمش، زغاله وسطش باعث بشه در بیاد، نرم میشه دیگه، در میاد دیگه راحت. خب یعنی این الان ما نیاز نداریم، ولی نگه دارید اگه سالم در آوردید. توی ویدیوهای آینده قطعا ازش استفاده خواهیم کرد. بریم. آقا حالا نیاز دارید به چی؟ به یک همون سیگارت خودمون یا یک TNT. اینجا اگه دقت کنید یه سوراخ، اینو دیگه میذارید داخلش، هیچ کاری نداره. فقط این ویدیو صرف این بود که بهتون نشون بدم که با همچین چیزی میشه صدا رو بیشتر. این که شد دیگه تمام، دیگه بریم برای تست دیگه. آقا حمایت فراموش نشه، بریم برای تست. آقا دوستان اومدیم برای تست تو پارکینگ دیگه. خب اینجا ما الان دیگه این طرفمون میزنم قبطر و خیلی نشه شدتیم دیگه داستان میشه. آتیش
صدایی حاجی، چه صدایی. آقا پشمام، حتما تست کنید، خیلی چیز خفنی میشه. گوشم ترکید، میان دندم سرویس میکنم. آقا دوستان واقعا نتونستم اینو نگم و برم، واقعا یه چیز پشمریزون بود. من خودم تا حالا تست نکردم واقعیتش، گفتم حالا حیفه ویدیوشو میگیرم، اگر خوب در اومد میذارم برای دوستان. واقعا خیلی خیلی صدا داد. من میگفتم 2-3 برابر، شاید 10 برابر یه دونه TNT صدا داد. واقعا خیلی زیاد بود، یعنی کپسولی و نمیدونم اینا خیلی صداش بیشتر بود. نمیتونستم اینو نگم و برم. واقعا تست کنید، اصلا شتابش خیلی زیاده، شانس بردم نپدید. واقعا خیلی چیز خفنی بود. توصیه میکنم که اگرم تست کردید فاصله بگیرید، حداقل 5 متر یعنی درجه که آتیش میزن با فندکی چیزی بزنید که سریع آتیش بگیره. آتیش گرفت فقط برید عقب. واقعا خیلی صدای خوبی داشت، خیلی خیلی خوب بود. تست کنید آقا. حمایت بازم فراموش نشه. من نتونستم بگم اونجا داشت داستان میشد. بعد تست کنید دیگه. لایک و ساب یادتون نره. توی کامنت هم بگید که من چی بسازم. هر چی که شما بخواید میسازم. ببین هر چی تو هر زمینه بگید، تمام تلاشمو میکنم که براتون بسازم. حالا اگرم یه درصدم بلد نبودم یا نمیتونستم، یه موقعیتم جور نبود، سعی میکنم که بذارم تو این چنل. حالا الان نه، یه هفته دیگه حالا بستگی به اون چیزی که میخواید، وگرنه واقعا میذارم. آقا واقعا چیز خفنی بود. دیگه وقتتون رو نگیرم. خدا نگهدار.